یا رب به حریم رمضان آمده ایم، گویا زی زمین به آسمان آمده ایم. بر سفره مای مهربانی و سخا، از روی یقین دوان دوان آمده ایم. شد موسمی پرکشیدن و وقت دعا، با دست تی اشک روان آمده ایم. یا رب تو رحیمی و جمله ما غرق گناه، یا رب تو رحیمی و جمله ما غرق گناه، با قلب حزین بحر امان آمده ایم. یا رب تو کریمی و جمع ما بحر نیاز، با ذکر جلی وقت از آن آمده ایم. ما را شب قدر است و تمنای وصال، یا رب نظری از دل و جان آمده ایم. درود و سلام هموطنان عزیز، در هر کجای دنیا که قرار دارین، جور و صحتمند باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین و فرارسیدن این ماه مبارک رمضان را و این ماه پر خیر برکت را از صمیم قلب به تمام ملت جهان و بالخصوص ملت افغانستان عزیز تبریک و تهنیت عرض می دارم. امید که با آمدن این ماه مبارک رمضان یک صلح و امنیت و برادری و برابری در کشور ما ایجاد شود تا نفرت، کینه، نفاق، جهل از قلب‌های ما خداوند با برکت این ماه مبارک رمضان از قلب‌های ما دور بکنه. جور و سلامت باشین. منم خواستم که به نوبت خود رمضان را به شما تبریک و تهنیت عرض بدارم. سلام علیکم و رحمت الله.